اوس ابن عبدالله یکی از تابعیان بزرگوار بصری سخنی جالبی دارند. میگوید نقل الحجارة اهون عند المنافق من قراءة القرآن. یعنی می شود به این سخنی بزرگوار، به این سخنی عارفی بالله، انسان خود را در ترازو گذارد و سنجد در مناسبت با قرآن، ایمان خود را، درجه یقین خود را سنجد. میگوید برداشتن سنگ، کشاندن سنگ برای منافق آسانتر و سبکتر است از قرائت قرآن. یعنی شخصی که در قلبش نفاق دارد، قرآن خوانی برایش وزنین است و این نشانه خطرناک است. هر کس در خواندن قرآن دلتنگی احساس می کند، وزنینه احساس می کند، تحملش را ندارد، می باید به خود بازنگری کند. مسلمان کامل که در ایمانش خلل نباشد، نقصان نباشد، می باید به قرآن شوق و پزمانی داشته باشد، در خواندن قرآن احساس لذت کند، نه برعکس حال که در موسیقی احساس لذت راحت می کند، وقتهای طولانی می تواند در شنیدن موسیقی گذراند ولی در شنید قرآن احساس وزنی می کند. این نشانه نفاق است. اوس ابن عبدالله می گوید این منافقان هستند که کشاندن سنگ برایشان سبکتر از خواندن قرآن است.